نظرتون در این رابطه که بچه‌ها گل میزنن و باعث خوشحالیشون میشه چیه؟ نظرم کار خوبی میکنن. یعنی گل زدن شما توصیه میکنید آره به عنوان واقعا یک کار؟ نظر من مفیده. توی فرآیند کنکور خیلی هم تاثیر داره. باعث میشه کلا انرژی مثبت خوبی میده. سوالتون خیلی سخته. یکم لول پوینت. سوالو متوجه نشدین؟ ببینید مافیای کنکور خب آره چی منش کنید. واقعا نظری مثلا نداره. من دوباره خاموش کنم چون هیچ کدومشون نمیفهمم. خب نظر شما رو میتونیم بدونیم از قبل باشه. بچه استرس دارن در روغن چی هست؟ روغن طبیعی، روغن کوسه که شما در این مورد که 90 دقیقه بوده ولی خب میتونسته که 110 دقیقه باشه یا 2 دقیقه کمتر چی بوده؟ یعنی قانون دیگه کارش نمیتونه. ولی خب گفتن اگر میومدی بهتر بود. چرا مثلا نیومدن که شرایط بدتر نشه؟ که اصلا از قبل میتونستن بهتر باشه. چیکار کردی با دلم بود؟